ژنبک قلیبوف اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجه قرقیزستان روز 27 اپریل هنگام بررسی نامزدیش در پارلمان این کشور در پاسخ به سوال یکی از وکیلان تصدیق کرد که بنا به اطلاع دریافتی آنها تاجیکستان از ترکیه هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه بیرقدار خریده است. قلیبوف گفت ترکیه به درخواست بشکک در مورد تا زمان حل همه مسائل موجوده با تاجیکستان ندادن تکنیک حربی پاسخ رد داده گفته است این تجارت است. قلیبوف گفت آنها حالا معاین کرده ایستادند که تاجیکستان به چقدر مبلغ و چند بیرقدار خریده است. مقامات تاجیکستان هنوز خبری از ترکیه خریدن هواپیماهای بی‌سرنشین را شرح ندادند. ژنبک قلیبوف که قبلا مدیر شعبه سیاست خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان بود روز 22 اپریل به جای رسلان قزاقبوف وزیر کارهای خارجه تعیین شد. روز 27 اپریل هنگام بررسی نامزدی او به مقام رهبر اداره سیاسی خارجی قرقیزستان در پارلمان این کشور بیشتر سالها پیرامون مناسبت‌ها با تاجیکستان بود. قرار معلوم تاجیکستان و قرقیزستان چند سال باز یک دوره پرتنش نزدیک به جنگ سرد را در مناسبت‌های خود پشت سر کرده ایستادند. وکیل پارلمان سلطانبای اویجگیتوف از قلیبوف پرسید که آیا تا کجا در جریان تنش‌ها با تاجیکستان است؟ 11 شهروند ما را گویا برای عبور غیر قانونی مرز و جاسوسی دستگیر کردند. خواهش میکنم حل این مسئله را زیر نظارت شخصیتون بگیرید. خواهش کرد این وکیل دیگر میرلان سمیخوجه از قلیبوف پرسید که آیا درست است که ترکیه به تاجیکستان هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدار داده است؟ قلیبوف در پاسخ گفت ما همچنین معلومات گرفتیم و به سفیر و دیگر نهادها سفارش دادیم که آن را بسنجند، ولی ما قبلا از ترکیه خواسته بودیم که به این کشور همسایه به دلیل مسائل حل نشده تکنیک حربی ندهند، اما آنها پاسخ دادند که این تجارت است. پس این درست است یا شما اطلاع عمیق دارید؟ گشته پرسید وکیل. فعلا درست است، ولی ما معاین کرده ایستاده‌ایم که به چقدر مبلغ و چند بیرقدار خریدند. پاسخ داد قلیبوف. قبلا قرقیزستان خبر داده بود که از ترکیه هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه بیرقدار خریده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف اظهار داشت که این هواپیماهای بی‌سرنشین اساساً برای حمایت مرزهای جمهوری از جمله نقطه‌های داغ در مرز با تاجیکستان استفاده خواهند شد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه‌های بادکند و لیلک قرقیزستان و جماعت‌های شهر اسفره و نویه باباجان غفوروف تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. در اول سال 2022 در چندین درگیری در مرز این دو کشور 4 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، بیش از 20 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند.